با گیرنده های مولتی فرکانس. ما اول حالت ایدئال رو خدمت دوستان عارض خواهیم شد، بعداً میریم حالا در منطقه باز مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. همونطوری که در پارت های قبلی مشاهده کردید این پکیج رو ما نحوه اتصال به دستگاه رو مفصل توضیح دادیم، گیر و گورهایی که هنگام اتصال بلوتوث رو هم هست مفصل توضیح دادیم. اگر دیدید دستگاهتون وصل نمیشه نگاهی به قسمت های قبلی بندازید. راه اندازی روبر رو هم در حالت شمیم هم در حالت در واقع بیس و روبر مفصل توضیح دادیم، هم بیس هم روبر. حالا میخوایم بگیم آقا دستگاهمون متصل شده و من میخوام برداشت خودم رو انجام بدم، به چه صورت خواهد بود؟ بریم سراغ نرم افزار سرپد. خب ما در قسمت دیوایس خاطرتون هست در قسمت کامیونیکیشن اتصال خودمون با بلوتوث رو ردیف کردیم، در قسمت روبر اومدیم در واقع به حالت چیز متصلش کردیم، به شمیم متصلش کردیم، اپلای رو زدیم، مفصل در موردش صحبت کردیم. همونطور که مشاهده میکنیم لاگینگ ساکسسفول هم داره برای من میده. حالا میرم در قسمت سروی برای برداشت خودم. در قسمت پوینت سوروی حالا من الان گذاشتم رو حالت دمو که بتونم توضیحاتم رو کامل خدمتتون عرض بشم، بعداً در فضای باز بتونم توضیحات بیشتری رو بدم. یه نگاهی به اون بالا بندازیم. خب حتما باید دستگاه من فیکس باشه، حالت شمیم که حالت بیس و روبر. در قسمت سمت راست خب باتری داره برای من نمایش میده. از 37 ماهواره‌ای که رویت کرده به 32 تاش داره از 32 تاش در واقع داره استفاده میکنه یا لاک کرده و میزان خطای در هوریزونتال و میزان خطای ارتفاعی رو شما مشاهده میکنید. حالا بریم سراغ قسمت برداشت. خب این شما ماژول برداشت رو مشاهده میکنید که میتونید جابجاش کنید، هر جای صفحه قرارش بدید. از این گزینه بالا سمت راست شما 99% کاراتون با قسمت توپو پوینت. خب کنترل پوینت با استفاده از روش‌های مثل تکرار میاد برای نقاطی که خیلی حساسیت بالاتری رو دارن استفاده میشه. کویک پوینت یه سوالات اضافه از شما نمیپرسه، صرفا برداشت رو انجام میده. اوتو پوینت میتونید براش تعریف کنید مثلا هر چند متر یک بار، هر چند دقیقه یک بار برای شما برداشت کنه. کورنر پوینت مربوط میشه به قسمت‌ها گوشه‌های ساختمونایی که میخواید آفست وار در واقع اون رو برداشت کنید مورد استفاده قرار میگیره. و تیلت پوینت که میتونید از تیلت سنسورهای دستگاهتون اگر دستگاهتون داره تیلت سنسور باشه استفاده کنید. مفصل در مورد تیلت سنسورها صحبت کردیم در پارت‌های قبلی، ندیدید سر بزن. پیشنهاد میکنم اگه یهویی اومدی سر این قسمت کار و داری این قسمت ویدیو رو ببینی، پیشنهاد میکنم یه وقتی بذار به بنده اعتماد کنید، برگردید قسمت بیس رو حتی اگر شنیدید یک بار دیگه نگاه کنید، شاید دیدتون نسبت به کار تغییر پیدا کنه. خب در قسمت توپو پوینت من کافیه توپو پوینت رو انتخاب بکنم و برداشت خودم رو بزنم. چی از من میخواد؟ یه اسم میخواد، حالا میتونید PT 1 بدید یا هر نقطه‌ای یک کد میتونید براش تعریف کنید. و در قسمت پایین آنتن ارتفاع در واقع اون حالا ژالون خودتون رو بهش تعریف کنید و اوکی که بزنید نقطه برای شما برداشت میشود. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنید زمانی هستش که حالا شما معمولا شما دارید با استفاده از ایستگاه‌های کورس کار خودتون رو انجام میدید. اگر جایی رفتید و دیدید اینترنت وجود نداره و اینجاست که روش PPK به کمک شما خواهد اومد. در دانشگاه ما روش PPK رو به چه صورت میشناسیم؟ به واقع روش استاپ اند گو میشناسیم. اول یه توضیح بدیم که چه کار میکنه. در اینجا دیگه تصحیحاتی رسما وجود نداره، من در واقع دارم شبه استاتیک کار میکنم. با استفاده از دیتاهای خامی که از ماهواره ها میگیرم بعداً میتونم اون دیتاهای خامم رو به سامانه شمیم توی سایت شمیم آپلود کنم که در پارت‌های بعدی نشونتون میدم که چجوری بتونید آپلود کنید و چه نکاتی هستش. آپلود کنید و مختصات‌های خودتون رو دریافت کنید. نکته‌ای که در این روش وجود داره غیر از تنظیمات دستگاه این هستش که شما باید مدت زمان بیشتری رو سر یک نقطه واسطید. چرا؟ چون که باید دیتاهای خام بیشتری رو دریافت کنید. مدت زمان استقرار ما بین 30 تا 60 ثانیه خواهد بود. اگر از من ژئودزیان میپرسید پیشنهاد من روی 60 ثانیه است که شانس در واقع این که بتونید ابهام فاز رو حل کنید رو بالا ببرید. آقا برای برداشت با
روش PPK چجوری داخل نرم افزار تنظیمات خودم رو انجام بدم. یه بار بعد برگردیم بریم در قسمت دیوایس، در قسمت روبرمونه که داریم فعال میکنیم گزینه سوم ریکورد راو دیتا هستش. یعنی همزمان که داری برداشت میکنه شما ممکنه دستگاهت فیکس باشه ها، ولی بیا برای من دیتاهای خامم ذخیره کن. اینجا یه نیم ازت میخواد که مستقیما بره تو اینجا قرار بگیره. حالا من یه اسمی رو براش در نظر میگیرم، برای مثال تست 1 در نظر میگیرم، اپلای میکنم. وقتی اپلای رو انجام بدید در قسمت سوره یه منوی دیگه در قسمت پوینت برای شما اضافه میشه به اسم استاپ اند گو، یک گزینه مونده به آخر. اگر سوال داری در مورد PPK دقیقاً همینجاست. نکته اینجاست که اینجا دیگه مختصات بعداً باید ببریمش تو سامانه شمیم و اونها رو پروسس بکنیم. استاپ اند گو رو که من بزنم نقطم رو بخوام برداشت بکنم، اینجا نگاه کنید دیگه از من هم شماره میخواد همه چی، ولی باید مدت زمان برداشت خودتون رو محاسبه کنید که الان میریم در فضای باز مفصل در مورد PPK با شما صحبت خواهیم کرد در پارت